استادان در همه شهر رسول در همه دولت رسول قرار داریم. در همه جا نماز عصر وقتش پیشتر می شود با وقت شافعی. وقت حنفی است ساعت بعدتر نشون میده. همین را با کدام وقت بخونیم درسته؟ با وقت شافعی یا اینکه حنفی؟ اگر جماعت خواندنی باشد حرکت کنید و مسجد در کدام وقت میخواند به همون وقت خوانید. اگر تنها گذار خواندنی باشد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الصلاة علی وقتها، بهترین عمل نماز را در وقتش خواندن گفتند، یعنی در ابتدای وقتش. اون مذهب شافعی نیست، فقط مذهب شافعی، مالک، امام احمد و مذهب شاگردان امام ابو حنیفه، قاضی ابو یوسف، محمد ابن حسن رحمت الله علیه ما هست و مذهب حنفی هم هست. فقط امام ابو حنیفه نگفتم، اما شاگردانشان، اونایی که مذهب ابو حنیفه را پهن کردند، مذهب ابو حنیفه را خدمت کردند و در دنیا مذهب ابو حنیفه پیدا کردگی ها، قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن هستند. در زمان امام ابو حنیفه مذهب امام ابو حنیفه نبود. وقتی که قاضی ابو یوسف قاضی شدن، بعد مذهب حنفی را جاری کردند و محمد ابن حسن تمام روایت هایی که از امام ابو حنیفه شنیده بود همش کتاب کرد. با همون کتاب های محمد ابن حسن سخنهای امام ابو حنیفه پهن شد. اصلا امام ابو حنیفه کتاب نوشتگی نیستند، سخن درس میدادن، سخناشون گرفته نوشتن، مثل این درس های ما گرفته نوشتن شاگردا و پهن کردن، کتاب کردن. میگن بعضی ها فلان فلان کتاب ها رو نوشته است میگن، ولی میگن که اینها کتاب نسبت داده شده است به ابو حنیفه، یعنی از سخن های امام ابو حنیفه گرفته نوشته شده است. بعضی روایت ها هست که خودشان نوشتن، بعضی رساله ها، بعضی نصیحت ها، بعضی وصیت به قاضی ابو یوسف، وصیت به پسرشان حماد ابن ابو حنیفه. همین خیل. بنابراین این فقط مذهب شافعی نیست در اولی وقت خواندن، اون مذهب حنفی هم هست، بلکه میشود گفت مذهب 4 مذهب است. فقط خود امام ابو حنیفه گفتن که کمتر دیرتر، یعنی سایه هر یک چیز برابری دو برابری خودش شود بعد خوانده میشد گفتن. بنابراین خانه درست است در اولی وقت، همون وقتی که امام شافعی گفته در همون وقت. فقط گپی شافعی نیست، قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن هم گفتگیان حنفی ها، یعنی که نمازتان درست است.